قاعده 21 چی میگه؟ تعهدات سیگانه را در کلمه طیبه بدانیم. چی را بفهمیم؟ تعهدات سیگانه را. چند تعهد از در کلمه طیبه؟ سه تعهد. تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو هیچ کسی را عبادت نمی. پس هر قدر عباداتی که است این فقط برای کی میکنی؟ بر الله میکنی. اینا اگر کسی کدام عبادت به مخلوق میکنه، نظر به نام مخلوق میکنه، یا سجده بر مخلوق میکنه، یا رکوع بر مخلوق میکنه، یا مثلا پرنده را در مقابل مخلوق میکشه، این در حقیقت تعهد اول خدا چی کرده؟ شکستانده. و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه باید با این تعهدات زندگی کنی. از این خاطر اگر این تعهدات شکستانی باز در آخرین لحظه عمرت زبانت بلا اله الا الله جاری نمیشه. و کسی جنتی هست که من کان آخر کلامه لا اله الا الله. خب تعهد دوم چی است؟ یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی دیگری را نمیپذیرم و بالای خود و زیر دستای خود تطبیق نمیکنیم. این تعهد دوم است. و تعهد سوم چی هست؟ تعهد سومی است که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقی که میکنم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل طریقه های بسیار زیاد پیدا شده. طریقه است که دول چی هست، کت دول عبادت میکنه، کت ساز عبادت میکنه، کت پیانو عبادت میکنه، کت گیتار عبادت میکنه، دیدین نه میکنه، کت رقص عبادت میکنه، کت دامنای گرد عبادت میکنه، چرخک میزنه چون نای به نوا آمد، کاکاکای ترکی به صدا آمد چرخ زده میره. این طریقه ها هست. ما و شما مسلمان ها به الله چی تعهد کردیم که عبادت الله را به طریقی که میکنیم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.